در آغاز هفته نو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی نشر توزیع برنامه خبری را تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم و 15 دقیقه همراهتان. در برنامه امروز 20 آگوست این موضوعها را داریم. سوختار برای گریز از قرض، مقامات انتظامی شهر کولوب صاحب انبار بازار را در آتش سوزی متهم می‌دانند. درآمد کم مهاجران در روسیه و مالبازاری سرد تاجیکستان، امسال ساکنان برای عید قربان چربای خردتر می‌خرند. طرف لنسکی رایون ده است، طرف حصار ده بازار است، طرف همه رودکی ده طرف وحدت است. در حقیقت رفتیم زور مونر است. از نرخنامه نفت تا طلب جزا اگر پیشنهاد وزارت کارهای داخلی قبول شود برای به کسی دیگر دادن سیم کارت مجازات میکنند. در سوختار شب 15 آگوست در بازار مرکزی کولوب یکی از صاحب ملکان انبار آن متهم دانسته می شود. به گفته مقامات بهادر رحیمов برای نجات از قرضهایش دست به چنین عمل زده است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر کولوب میگوید بهادر رحیمov 33 ساله در این بازار کم بار داشت و از تاجران و افراد گوناگون از دوشنبه تا کولوب حدود 200,000 دلار قرضدار بوده است. این منبع افزود برای خلاصی از قرضهایش رحیمov با 80 لیتر بنزین انبار آتش میزند. در بخش با کمی آتش رفته انبار ذخیره های مال فروشی حداقل 2 صاحبکار دیگر نگهداری میشد. قسم زیادی این مال ها نابود شده است. هنوز تفتیشات حجم خسارات کلی سوختار را حساب نکرده است. روز 19 آگوست در نشست بخشیده به 99مین سالگرد استقلال افغانستان پرزیدنت این کشور اشرف غنی گفت تا زیر از تازاد روز پیامبر اسلام یعنی برای تخمینا 3 ماه آینده در جنگ ها با طالبان آتش بس برقرار شود. برای آن که هموطنان ما روزهای عید قربان را در فضای آرام و سلامی سپری نمایند، بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان با آن متحد باشند آتش بس را اعلان میکنند. گروه طالبان تا به حال در این مورد چیزی نگفته است. ملا هیبت‌الله رهبر این گروه روز شنبه در یک اعلامیه از امریکا دعوت کرده بود که با طالبان سر میز مذاکرات نشیند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روز 21 آگوست در تاجیکستان یکی از مهمترین عیدهای مذهبی عید قربان را تجلیل می‌کنند و مثل همیشه بعضی از خانواده‌ها در این روز چروای را قربانی می‌نمایند. اما تور به رادیو صوفی می‌گوید امسال بازار چروا تا اندازه سرد شده است، زیرا نرخ بلند است و درآمد مردم برعکس کم گردیده است. شهردار دست به کار شده و یارمارکه‌ها را تشکیل کرده است. گزارش نوبتی در همین باره. کاهش قرب روبل روسی و پایین رفتن درآمد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه اکثر خانواده‌های تاجیکستان را اجبار بر آن می‌کند که برای قربانی در عید اضحی چهارپای خردتر بخرند. الان بچه‌مون در دور کار میکنن، دست مرایی میکنن و گودکاش نمیرسه. ما مال مایده بخریم خشت تور داریم بسیار ترک صد باش کرد دختر نویره حویره ما 50 60 نویره حویره دارم. کدام یک وادی بلوکی میرسه. نشید است نرخ نمیفروره. اگه چیکار کنیم دارم سوی بیشتم یک کمپیری 71 ساله. ساکنان مخصوصا افرادی که برای قربانی در عید اضحی چهارپای برای ذبح خریدنی‌اند از آن شکایت دارند که قیمت مخصوصا بز و گوسفند نسبت به عید یک سال پیش خیلی بالا رفته است. آنها میگویند این قیمت‌ها مخصوصا در بازارهای منطقه‌های اطراف پایتخت خیلی گران شده است. سالهای پیش مثال پول که می اومد وای میکردیم قوای نبود. وزی مثال کم تر شرایط و وزمین ترش دیگه نرخ نمازی بلند چیده. همین سبب مثال وای کردم کمتر قیمت نرخ بزرگ. در بازارهای چاروا فروشی اطراف دوشنبه یک سیرکه و یا گوسفند خوب 2 تا 2.5 هزار سومانی ارزش دارد. تاجران و چاروداران این قیمت‌ها را تا چند هفته قبل از فرارسی عید قربان همین گونه مقرر کرده بودند. سبب است دحسب راکرای راسخودی ما بسیار هر سال ماشین 1000 تومان رو میآورد 3000 تومان بیاره. فرقش دهمونه. شهرداری دوشنبه سال دوم است که به خاطر استقبال از عید سعید قربان یارمارکه فروش چاروای خرد تأسیس می‌دهد. سال گذشته در چنین یارمارکه در 2 نقطه پایتخت حدود 1000 گوسفند برای قربانی به فروش رفته بود.
طرف لنسکی رایون ده است، طرفای حصار ده بازار است، طرفای همه رودکی ده طرف وحدت است. در حقیقت رفتین زور ما نرسید. این همین برای که میبینید شما 20 کیلو گوشت میکنم 550 سوم گرفتمش 1000 بالا است. 1200 هم بالا است. шаҳрдории душанбе тасмим дорад 4 рӯзи оянда дар ду нуқтаи шаҳр ноҳияи фирдавсӣ ва ноҳияи сино ҳудуди 2500 сар чорво аксаран гӯсфандро ба фурӯш гузорад. ин дар ҳолест ки мақомот ба сокинон ҳушдор доданд ки аз оростани дастархони бошукӯҳи идона худдорӣ ва як ҳиссаи гӯшти чорвои қурбонии худро махсусан ба сокинони ниёзманд хайр кунанд. зимнан ин шабу рӯз 6000 сокини тоҷикистон дар адои маросими ҳаҷ иштирок доранд. дирӯз дар арабистони саудӣ ин маросим ки яке аз 5 рукни дини мубини ислом аст шурӯъ шуд. миллионҳо зоири аҳронпӯш дар тӯли 5 рӯз чанд русуми ҳаҷ аз ҷумла 7 бор тавофи каъба, намозу дуо дар кӯи арафот ва сангандозӣ ба шайтонро анҷом медиҳанд. дар ҳошияи ҳаҷ хабарнигори Reuters аз ғори Ҳиро зиёрат кард ва биёед якҷоя наворҳои бардоштаи ӯро тамошо мекунем. غار هیرو در بلندی تخمیناً 700 متر از سطح بحر در کنار شهر مکه مکرمه جایگیر است. طبق روایت ها پیغمبر دین اسلام محمد اولین وحی را محض در همین غار گرفته است. پیغمبر بارها به اینجا آمده روز و حتی ماهها را در داخل آن با تحمل و تفکر سپری کرده است. مرا احساسی غیر قابل شرح فرا گرفته است. ببینید که چگونه او در این عالم تأثیر گذاشت. غار هیرا محض همان جایی است که همه این امور آغاز یافته است. احساس چنان زیاد می شود که شما آنجا ایستادن نمی توانید. سیر غار هیرا تقریباً 40 دقیقه را در بر میگیرد، ولی برای افراد سال خورده عبور و مرور کوه و خواندن چند رکعت نماز در داخل آن کاری آسان نیست. شما باید بالا بروید. ما صبح بر وقت آمدیم که قبل از گرمای روز به آنجا برسیم. شما باید با خود مواد مورد نیازتان را بیارید. الحمدلله اینجا پیراهه ساخته شده است، ولی باید احتیاط کرد که آدم نلغزد و نافتد. زیارت غار به چارچوب حج شامل نیست، ولی مسلمانان زیاد آن را زیارت می کنند تا لحظه حیات پیغمبر را در این غار احساس نمایند. حج امسال روز یکشنبه آغاز یافت. طبق آمار رسمی امسال در مراسم حج نزدیک به 2 میلیون نفر اشتراک دارد. فعلا حاجیان در منطقه مینا و کوه عرفات قرار دارند. روز سه‌شنبه 21 اوگوست مسلمانان عید الاضحی یا عید قربان را جشن میگیرند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شرکت‌های موبیلی توجیکستان با ارسال یک SMS مشتریان خود را آگاه کردند که از 1 سپتامبر ارزشی به نام کسی دیگر گذراندن سیم کارت‌های زیادتی‌شان 250 سومانی خواهد شد. چنین آگاهی روز 19 اوگوست اساساً به آنهای دسترس شده است که بیش از 2 سیم کارت دارند و بعضی این سیم کارت‌ها در استفاده کسی دیگر است. همکارم عبدالله شوروف در پی تحقیق این موضوع بود و حالا تفصیلات را از او می‌پرسیم. عبدالله سلام. پیامک‌هایی که آدمان میگیرند به چی معنا است و منظور از سیم کارت‌های زیادتی چیست؟ سلام شهلا. در حال حاضر ساکنان تاجیکستان حق دارند که به نام خود تنها 2 سیم کارت داشته باشند. در گذشته خرید و فروش سیم کارت ها آزاد بود و یک نفر می توانست صاحب چند سیم کارت گردد. اینچنین به نام کسی دیگر گذراندن سیم کارت ها تنها با پیشنهاد شناسنامه و به پرداخت پول علاوگی صورت می گرفت. اما اکنون شرکت ها از مشتریانی که به نامشان بیش از 2 سیم کارت ثبت شده است دعوت دارند که تا سنه 1 سپتامبر به مرکزهای خدمت رسانی حاضر شده سیم کارت ها را به نام شخصانی که آن را در حقیقت استفاده میبرند گذرانند، وگرنه شروع از 1 سپتامبر به نام دیگر نفر ثبت کردن سیم کارت 250 سومانی ارزش خواهد داشت. نرخ خدمت رسانی به نام دیگر نفر ثبت کردن سیم کارت به آن خاطر بالا برده شد تا فرق میان خریدن سیم کارت نو و یا از نام کسی دیگر به نام خود گذراندن سیم کارت باقی نماند، چون قیمت خریداری سیم کارت نیز از 1 سپتامبر 250 سومانی خواهد بود. تشویق شرکت ها برای تنها 2 سیم کارت را به نام خود ثبت کردن مشتریان به آن خاطر است که صاحب شدن به سیم کارت شخص دیگر من بعد جوابگری خواهد داشت. چگونه جوابگری عبدالله میشود واضح تر بگویید؟
شهلا حالا با تشبث وزارت کارهای داخله لایحه تغییرات به کودکس جنایی تهیه شده است که برای غیر قانونی صاحب شدن و یا به کسی دیگر دادن سیم کارت شخص را می توانند به جوابگری کشانند و تا 3 سال حبس کنند. در این لایحه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به کسانی که سیم کارتشان را برای استفاده به نفر دیگر دادند یا کسی دیگر آن را غیر قانونی صاحب شده است و این کار به عاقبت‌های وزنین آورده رسانیده است جزا پیشنهاد کرد. وزارت در طرح تغییر الوه ها به ماده 341 کودکس جنایی تاجیکستان برای چنین افراد از 7.5 تا 12.5 هزار سامانی جریمه و یا از 2 تا 3 سال حبس را طلب کرده است. عین زمان این طرح در بررسی وزارت و اداره های کشور است، اما معمولا هر تغییر الوه هایی که از سوی وزارت های قدرتی برمیخیزد در نهایت از سوی حکومت و پارلمان قبول گشته مورد اجرا قرار میگیرد. بر صورت وقت نشان خواهد داد عبدالله. تشکر برای صحبت. اما ما برنامه را ادامه میدیم. نصب یک چراغک و برقرار نمودن علامت‌های رو در منطقه کلوب راننده‌ها و ساکنان را خوشحال کرده است. در چند ماه پیش ربوده شدن ده‌ها علامت رو که سمت حرکت ماشین و مردم را مشخص میکرد باعث وقوع صدمه‌ها و سردرگمی گردیده بود. البته مقامات میگویند علامت‌های نوی را خود ساخته است، اما به هر حال ساکنان و مهمانان با اشاره‌های علامت سمت راهشان را می‌یابند. این چراغک راهنما را در درآمدگاه شهر کلوب به نزدیکی نصب کردند. در منطقه نظیر ندارد. با پخش کردن تگمچه رنگ چراغک سبز می شود. ساکنان این محله تا نصب چراغک فرزندانشان را با ترس و هراس به مکتب گسیل می کردند، چون ماشین ها در این منطقه با سرعت بلند حرکت می کردند. در موضع می ایستادیم هر یک سال در همینجا 12 نفر کودک جان می باخت، تلف می داد. چون که سویتافور همین چراغک نبود، مثلا یکون کس اهمیت نمیداد. نصب این چراغک و 600 عدد علامت‌های راه در منطقه کلوب بعد از گزارش رادیوی آزادی درباره دزدیده شدن علامت‌های راه در منطقه صورت گرفته است. 1,518,000 معاینه راه گذراندیم. همین روزی مورد 1470 علامت راه نمیرسیم. با قول مسئولان اداره نقلیات منطقه برای آماده و نصب کردن یک علامت راه زیاده از 350 سامانی صرف می شود و این اداره توان برقرار کردن تمام علامت های راهی منطقه را ندارد. اقلا 5,000 15,000 20,000 همین برای نگهداری راه بودن همون مثال مؤسسه میتونه که همین مثال 1000 سوم 10,000 سوم مثال 2 تا گردش یک مثال پرسیشن یک مثال چیزای وای جای خفنو که هوا را بچسبه. صد افسوس که ما این 2 سال بسیار اون اصلا نمیگیریم. در این راه اکنون رانندگان سرعت ماشینشان را از 40 کیلومتر ساعت بلند نمی کنند. والدان هم به ترس و هراس فرزندانشان را به مکتب گسیل می کنند. رادیو بسیار گزارش تاثیر خوب رساند که مثلا بعدی که نمایش در رادیو آزادی گزارش رفت، من دیدم که اومده در راه نصب کردن نشانه های راهی که من حاضر در نزد زاپراف کم میگن جای سوزشواری است، در آنجا مونده یک تا باری بالا موندگی بود. امروز در همین خدی همین چی سویتافور باعث چراغک یعنی هم گذرگاه آدمان نشان داده شده است و هم یعنی برای گذرگاه راه هم سفید کرده شده است ریزه. روزهای 18 و 19 август بازی‌های دور 14 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. در 3 بازی میزبانان و در 1 بازی مهمانان غالب آمدند. مدعیان اصلی مدال‌های طلایی مسابقات استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند پیروزی به دست آوردند. بیننده عزیز، تفصیلات بیشتری موضوعهای روز و دیگر خبر و گزارش‌های رادیو آزادی رو که در برنامه ما جا نشدند میتوانید در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوص ما در یوتیوب گذاشته شده است و همچنین می شود. برنامه امروزی ما انجام یافت و بعد 24 ساعت دیگر باز با هم ملاقات میکنیم در همین استودیو و تا برنامه دیگر خدا نگهداری.